نادرشاه همیشه تو حمله هاش عادت داشت جلو لشکرش بره. یه روز تو حمله به هندوستان میرسه به دهاتی، میبینی یه بچه‌ای داره میره مکتب. بچه رو صدا میزنه، میبینی کجا داری میری؟ بچه میگه دارم میرم مکتب. بهش میگه چه درسی داری؟ میگه امروز قرآن دارم، میخوام برم سوره فتح رو یاد بگیرم. خلاصه نادرشاه خیلی از جمله بچه خوشش میاد، به فال نیک میگیره اینو، یه سکه طلا در میاره بده بچه میگه نه نمیخوام، سکه نمیخوام. نادرشاه تعجب میکنه، میگه سکه رو چرا نمیخوای؟ سکه طلا دارم میدم. بچه میگه اگر این سکه رو ازت بگیرم ببرم خونه مادرم کتکم میزنه. دعوام میکنه، میگه این سکه رو از کجا آوردی؟ خلاصه نادرشاه میگه خب بگو من دادم بهت. بچه میگه خب بگم تو دادی که بیشتر کتکم میزنه. میگه اگر نادرشاه قراره بده که یه کیسه سکه طلا به تو میداد. خلاصه نادرشاه خیلی خوشش میاد از این جمله و یه کیسه سکه طلا در میاره بهش میده. داستان این شکلیه. وقتی یه بزرگی و چشم بزرگانه نگاه میکنی واسه بزرگی میکنه.